که امروز فرصت داریم تا دوباره در خدمت شما عزیزان باشیم و با همدیگه از کلام زنده خداوندمون بشنویم و تعلیم بگیریم. همچنین میخواستم به شما سال نو و کریسمس رو تبریک بگم. کریسمستون مبارک و اینکه با همدیگه این فرصت رو داشته باشیم تا در حقیقت کلام خدا در این راه زیبا با همدیگه قدم برداریم. خیلی خوشحالم که این فرصت رو داریم که با همدیگه این کار رو انجام بدیم. ازتون خواهش میکنم با ما باشید تا امروز بتونیم در کنار هم از کلام تغذیه بشیم. لطفاً کتاب مقدساتون رو آماده بکنید تا با همدیگه از کلام خدا بشنویم. امروز میخوایم از رساله پولس رسول به کولوسیان فصل اول مطالعه کنیم. چند آیه کوتاه داریم ولی بسیار بسیار زیباست و میخوایم با همدیگه ازش استفاده کنیم. خب اولین قسمتی که ما میخوایم امروز با همدیگه مطالعه داشته باشیم در واقع فصل اول کتاب کولوسیان آیه 15 هست. از با آیه 15 ما تا آیه 20 5 تا آیه رو با هم میخوایم با مطالعه داشته باشیم. ولی ازتون خواهش میکنم اول کتاب مقدساتون رو آماده بکنید، یک کاغذ کنار دستتون داشته باشید. وقتی تعلیم کلام خدا رو داریم هممون باید با هم دیگه مطالعه کنیم، ببینیم که آیا اون چه که تعلیم میگیریم در کتاب مقدس هست، در کلام خدا هست و گفته شده یا نه. این اولین چیزیه که ما نیاز داریم خودمون رو آماده کنیم تا بتونیم درش در واقع رشد کنیم. چون اگر یه سری تعالیمی گفته بشه و ما فقط بپذیریم شاید خیلی مؤثر نباشه، شاید خیلی خوب نباشه که من هر چی که به من میگن فقط بپذیرم. نه، هر چی که به من میگن باید با ملاک سالم که کتاب مقدس هست مقایسه کنم، ببینم آیا کتاب مقدس هم همینو گفته، تا بعد بتونم قضاوت درستی در مورد اون تعلیمی که دارم میگیرم داشته باشم. بنابراین با هم دیگه آیه 15 رو میخونیم. میگه و او صورت خدای نادیده است، نخست زاده تمامی آفریدگان. اینجا در مورد شخصیت عیسی مسیح خداوند داره صحبت میکنه. وقتی میگه او صورت خدای نادیده است، یک بحث خیلی قشنگی رو باز میکنه. بسیاری از شماها میدونید، شاید بعضیاتون نمیدونید، ولی خدا دیدنی نیست و این یک واقعیت بسیار عمیقه. خدا قابل رؤیت با چشم انسانی نیست، چون خدا ورای این جهان مادیه. اما وقتی ما در مورد مسیح صحبت میکنیم، در مورد نه صورت جسمانی او بلکه صورت روحانی او صحبت میکنیم. و بنابراین وقتی اون چه که ما از کلام میخونیم اینجا داره به ما نشون میده شخصیت عیسی مسیح چی هست و اقتداری که در شخصیت اوست چگونه است. به خاطر اینکه درست بعد از اون میگه نخست زاده تمامی آفریدگان. جا اشاره میکنه به اینکه عیسی مسیح برتری داره بر تمامی اون چه که آفریده شده و این کلام حقیقت کار خداست، به خاطر چیزهایی که در ادامه خواهیم دید و این وعده توش هست که اگر شما دل خودتون رو باز کنید میتونید با هم دیگه این حقیقت رو از درون کلام خدا بیرون بکشید و در این شادی بی‌نظیر سهیم بشید. پیام من برای شما یک چیزه: اگر دوست دارید در این شادی بی‌نظیر سهیم بشید، با ما ادامه بدید. اما قبل از اینکه ادامه بدیم قلب‌های خودتون رو باز کنید، چون ما میتونم به یه حرفی گوش بدم قبل از اینکه اون شخص صحبت کنه در درون خودم بگم من که تصمیم ندارم حرفش رو بپذیرم، فقط بذار گوش بدم. اینطوری کلام خدا رو نمیشه خوب. باید دعا کنیم، بگیم خدایا اگر تو واقعا اینجا خودت رو مشخص کردی در این کلام، پس خودت رو بر من مکشوف کن تا من بتونم تو رو عمیق‌تر و بهتر بشناسم. در ادامه میگه زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاستها و قوات، همه به واسطه او و برای او آفریده شد.
آیه بسیار بسیار زیباست، چون مشخص میکنه هر آنچه که من و تو در اطرافمون میبینیم به واسطه او آفریده شد. نویسنده این کلام هدفی داره از گفتن این صحبت ها. میخواد قدرت کار خدا رو نشون بده، کامل شده در شخصیت عیسی مسیح. نه تنها اون، بلکه برای او آفریده شد. اینم مطلب بسیار زیبایی که توضیح میده برای ما که همه چیز برای او آفریده شد. امروز شاید خیلی از ماها در زندگیامون نمیدونیم برای چی زندگی میکنیم. شاید شما اونجا نشستید و فکر میکنید من برای کی زندگی میکنم؟ برای کی؟ بعضیا برای فرزنداشونه، بعضیا برای پدر مادرشونه، بعضیا برای همسرشونه، بعضیا برای دوستاشونه. اینا همه خوبه، اینا بد نیست، اما حقیقت عمیق‌تر اینه که همه چیز متعلق به خداست و اگر اون رو سر جای اصلی خودش قرار ندیم، همه سلسله سیستمی که خدا طراحی کرده به هم خواهد ریخت. و وقتی این اتفاق میفته شما میبینید تو زندگیتون چیزهایی که باید سر جاش باشه دیگه سر جاش نیست. ادامه بدیم با هم. آیه 17 میگه و او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد. این درست مصداق همون مطلبیه که من قبلا عرض کردم خدمتتون. یعنی همه چیز در او شکل درستشون میگیره و هر چیزی بیرون از او شکل درست نخواهد داشت. شاید شما اینی که من میگم رو امروز تو زندگیتون تجربه میکنید. چه بسا بسیاری از شماها در شرایط سختی هستید، نمیدونم، شاید چیزهای بدی اتفاق میفته اطرافتون. ما که اینجا اخبار رو گوش میدیم یه وقتایی یه چیزایی میشنویم که خیلی غم انگیزه و شکی در این نیست که اتفاقات بد میفته، اما اگر همه چیز در خداوند باشه اون وقت سالم خواهد بود. بعدیش میگه و او بدن یعنی کلیسا را سر است. این مهمترین نکته برای ایمانداران عزیز که بدونن ما در بدن خداوند به هم متصل شدیم، زیرا که او ابتدا است و نخست زاده از مردگان تا در همه چیز او مقدم شود. یعنی اون برتری و قوت در عیسی مسیح پیدا میشه. همه ماها در پی این هستیم که یه نفری رو پیدا کنیم که بهش دل ببندیم. دور و بر خودمون میگردیم تا یه چیزی رو پیدا کنیم که همه زندگیمون رو به پای اون بریزیم. بعضیا زندگیشون رو به پای ثروت میریزن، بعضیا زندگیشون رو به پای مقام و منصب میریزن، بعضیا زندگیشون رو به پای چیزای دیگه میریزن، به پای یک عشق زمینی چه بسا یا خیلی چیزای دیگه. اما واقعیت اینه که معنای زندگی ما در عیسی مسیح پیدا میشه، زیرا که او ابتدا است و نخست زاده از مردگان تا همه چیز در او مقدم شود. زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پری در او ساکن شود و اینکه به وساطت او همه چیز را با خود مصالحه دهد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد، ولی به وسیله او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است. به واسطه اینجا پیام ساده‌ای که ما در این متن میخونیم خیلی ساده داره میگه به واسطه خون او و روی صلیب صلح امکان پذیره و هیچ صلح دیگه امکان پذیر نیست. دوست عزیز، پیام ما برای شما اینه: صلح بر زمین بدون خون عیسی مسیح امکان پذیر نیست. بدون صلیب هیچ صلحی در کار نیست. همه میخوان به طرف خودشون بکشن، همه میخوان
خودشون موفق باشن. اما صلیب مسیح از خودگذشتگی روی صلیب نشون دهنده اون قدرتیه که ما رو میکشه تا اونچه که خدا میخواد برای قوت خدا انجام بدیم. و بعد توضیح بسیار جالبی در میده و میگه بلی به وسیله او تأکید میکنه. تأکیدهای کتاب مقدس هیچ کدومشون بی دلیل نیستن. هرگز تأکیدهای کتاب مقدس رو دست کم نگیرید، خواه آنچه بر زمین خواه آنچه در آسمان است. پس بنابراین ما میبینیم صلح نه فقط بر زمین بلکه صلح با خدا تنها و تنها به واسطه خداوندمون عیسی مسیح امکان پذیره. امروز خبر خوش انجیل برای شماست، برای شما که این پیام رو شنیدید. شخصیت مسیح یک شخصیتی نیست که انسان به راحتی بتونه درک کنه یا انسان بتونه به راحتی بگه من فهمیدم یا همش رو متوجه شدم و این قابل درک. اما اگر اونقدر متوجه شدید که بفهمید اونچه که در مورد کلام مسیح میشنوید الان، نه اون چیزایی که گذشته شنیدید، نه اون چیزایی که آینده قراره بشنوید، من کاری با اونا ندارم، من با این لحظه‌ای که شما دارید به این کلام مقدس خدا گوش میدید به این لحظه کار دارم. الان اگر کلام خدا رو میشنوید دل خودتون رو سخت نکنید، دل خودتون رو سخت نکنید، بلکه آماده باشید تو کلام رو بپذیر. وقتی میگه صورت خدای نادیده است، یعنی هر اونچه که خدا از شخصیت خودش میخواست برای ما آشکار کنه تا ما ببینیم، در واقع به واسطه عیسی مسیح مکاشفه شد تا ما ببینیم. یک شبان خوبی به نام جان پایپر یه جمله خیلی قشنگ می‌داره، میگه من هیچ جا با اطمینان نتونستم جلال خدا رو ببینم مگر تو کتاب مقدس، مگر در کلام خدا. من هم واقعا این تجربه رو دارم، مگر در کلام خدا که ما بتونیم جلال خدا رو. مرسی از اینکه با ما بودید. تصمیم با شماست، ولی بعد از اینکه این برنامه تموم شد میخوام از خودتون یک سوال بپرسید آیا من با پیش قضاوت قبلی خودم از دیدن این برنامه بیرون اومدم، یا شاید خدا داشت با من صحبتی میکرد در بین این کلام؟ شاید فرصتیه که من دوباره بیاندیشم به هر اونچه که به من داده شد و یک بار دیگه خودم رو آماده کنم تا از اونچه که واقعا خدا برای من در نظر گرفته بیرون بیام. عزیزان، ما این برنامه ها رو ادامه خواهیم داد. به فیض و قوت خداوند برای ما در دعا باشید تا بتونیم از کلام قدوس خدا، اون جلال قطعی خدا که ارزش داره، با هم ببینیم. هدف ما خدمت به خداست، نه خدمت به هیچ کسی دیگه و نه به هیچ چیز دیگه. فقط خدای زنده و کلام زنده او برای ما مهمه. مرسی از اینکه با ما همراه بودید. خدا برکتتون بده. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.